خوبه گوشکش زن که چی میگم همون پیرانه که با بدن همون عروسک بود که خود تو خوش کردی همون رستوندم. خب بنال خود تو قضاوت که اشتمو بیارم به سراب. خب بشد خانم بشد، کار برابر شد، بیخی برابر شد. چی؟ آفرین نفری پیدا کردم که فقط میتو مستقیم رختار بیاره به دست تو بده. دست من؟ کده رختار؟ خلاص خدا گوشکش که چی میگم می دام سرا که تک شد فورا دام سرا رو کو. خود تو میفهمی که غیر از گیلک که به سرا ما رفت آمد داره، غیر از یک رختار بتونه گیلک وارد سرا کنه، زن تو خود تو میفهمی من به یک نفر نمیتونم بیارم. پس زن نه تو نمیگم گیپک گفتم گیلک گفتم دست از رختار. خلاص که خب خلاص خداحافظ. بله. یعنی تو جیگر براری، تو نفس براری، یعنی به این منطقه اگه گیلک ما تور نمیدیشتیم چه کار میکردیم؟ باشه اگه دیگه پشت پاک کنم میگم شما. خب گیلک جو امرو یک خدمت برار جو برای ما بکن. برارمه به دلمه شیخو میری دم سرا تک میکنی. اگه او تا خانم دیگه من بیرو شدم پس برات خبر میگردی. آخه گیلک جو امروز به مادر گیپک رخ خریدم. خود تو میفهمی که اگه قرار باشه من برصد 3 نفر رخ بخورم باور که وضع اقتصادی ضعیف پول ندارم. امروز به خاطر ازی که مادر گیپک دوست دارم بری رخ خریدم اینا میبری دم سرا تک میکنی. همین که گیپک ازم سرا بیرو شد اینا بهم تا بغل میکنی بده میگی برو بخونه بده به دست مادر. خوبه دست مادر گیپک بودم یا دست خود گیپک فرقی نمیکنه چی گیپک و چی مادری، فقط به دست همین 2 نفر میدی، به دست 2 تا خانم دیگه من ندی که مرداره به در خاک بسر کنی. دل ما جمع باشه. امی که اینا رو ببردی رختار به دست تحویل کردی سبا 1 دونه انرژی خود 1 بیستی دیری برو آرد من. امروز چی دیگه سوختگی ها؟ اصلا نمازدگر به تو مستانم. خوبه بیا از این نمازدگر توش نمیشه. خب به کی رختار گفتم بعد بدی؟ کی؟ این رختار به دست کی میدی؟ به دست مادر گیپک و خود گیپک نمیدم، به دست زن کلان شما میدم. درسته؟ آخه من گفتم ببر به دست مادر گیپک بده. اگه مادر گیپک دم سرا نماد گیپک آمد این رختار به دست گیپک بده. نگفتم به دست از اون 2 تا خانم نده. بفهمیدم. خوبه یعنی خفه چوپی خریدم این رختار با مادر گیپک. خفه چوپی؟ خوبه من از دور نگاه میکنم. نه دیگه نگاه نکنیم برین دل جمع باشه. باشه خبری بودم که الوسک خانم جو هانی رختار بیا و دم سرا متوجه باش، یا خود تو بیا یا گیپک ریکو همی عمال یعنی حرکت کرد. برون که بازی تا دیگه سر بومر نبینا. با خونه کسه تا انباغه گای جنگ و مزاقه رخت نشو به تاقه آیقل غزن همینه. با خونه کسه انباغه گای وقتی جنگ و مزاقه رختا نشوشتن نلیلا جان جانجارت یا راست خیلیته. شکر فضل خدا جانجاره. ما که دعا میکنم دای وقت همیشه خوشحال بشی. زنده بشی نلیلا جان، سلامت بشی. برای چی گپایه؟ قراری کجا بودی کجا میبری؟ ما بیام آدم برار مگفت کمی رختار انا بو برک بده به دست انا مدار گیپک به دست زن اینا. انا چی دیگه رخ خریده بده بزو. و تیار من میرم به سرا میرم که اخوار خبر گیرم بده من میبرم بدم به دست. نه اخوان نلیلا نگو. گو تک به دست زن خود تکک ما بده. گو خاطر من پول ندارم من شما عکس زن برم من 1 دفعه رخ بخرم. انا در و در خاک و سر من چیزه. اینا رو ببر اگه چیز کو اینا بعد به دست زن خورده من بعد چی بیا خود تو بیا به سرا. ایتا گفتک دومان جبا. گفتک به دست زن خوردم بعد به جیبی ها. او 2 تا دیگه پزن از اینیه دیگه. اونا حق نداره که رختش برای بستانه. کی؟ یکی خوار می یکی مادر شامت.
نه ما چند دقیقه به تو گو بزنا نخریدم رفت المینایه. خیره بده. بله. بده من میدم به دست مادر. نه خب میبره نه مادر گیپاکه. من میرم به سرا میرم میدم به دست مادر گیپاک میدم. فرقی نداره. برو تو خلاص. بگه مگه گیلاگ آورده. خوبه. برو خلاصی تو. کربناز. هر چی که باشه. من صدا میکنم رختار به دست میدم. خوبه. چای نمیخوری؟ ممنون لیلا. چیز نانم امرو چیز داشتم اینو نانم رخشی داشتم. چیزی نیه یک پنجی به قرض بدیم برم یک کس که بخو بخرم خودی جو او بخورم بازانه به خیلی خوشی مرغم که تخم مرغا رو میبرم میفرشم به شهر انا بله شما پول پنجی شما پس میارم. خب گپی نگیلک جو هر دمه که مرغ شما تخم مرغ کباب برک به شهر بود پیشک پنجی بخو بردم. نه خوال شکم من نوفهم گوشنه انا کس که بخوره شکم مسل میشه به عقل کمال میایه. میگم یک چیزی من از تو پرسان کنم به یک کیکس همین شکم تو آگاه میشه که کیکس با کجا رودا چرت میشه. تو همال با 10 تا کیکس سر نمیشی تو بیادی با پری به ما کیکس خور سیر کنی. برو خدا حافظ. بعد دست مادر گیپا برو خلاصی تو همین دومات عبدالجبار سیکو حال همین توازی معلوم میشه که اندر خواستگی داره تو اینا رو ببر بزن خوردم و بدی دو تا دیگه خیر غم نداره. اگه ما مرد بدیم ما میریم به خوار خود دست رخت خود خریدیم. بابا خانم جو به لیاز خدا من به دست گیلک بدادم گفتم ببر به دست مادر گیپک بده. آخه من چی خبر دارم که به دست نورالله داده بده. صبر کو به تو رو بگم صبر نیست برای گیلکم بگم حالا چگاه شده اگه بابا ایلو همیت جنجال کلون شده حالا من چکار کنم من و بابا خود تو به تا گوشی گفتی به دست گیلک برار خوب بده که بیاره به سرا یا به دست ما بده یا به دست گیپک بده. خب این که به دست نورالله داده گناه چیه؟ حال چکار کنم خانم؟ من نمیام اصلا دیگه قضیه عمل گوشی رو قطع بکنم تا شم دیگه به سرا نمیام. ایله کورت مر یک کاری باشد که برای من به خوبی انجام بدی. چی؟ ها ویرو درو میتونم تا ساعتو بزنم که من مغزات رو به دست ای باسکل من دیگه پرته بیدک من چه مسکینه بیاوردم. من رختار به دست تو دادم به دست کی بدی؟ من تقبلتان 10 ساله شما هم یک با خوشیربیری شما نیلیلا بیامد انا گفته که من میبرم رختار میدم به دست مادر گیپک. ما تو گفتم ببر به دستم نیلیلا بده؟ نه به دست کی گفتم ببر بده؟ مادر گیپک. خب چرا به دست مادر گیپک ندادی؟ نیلیلا 10 ساله شما بیدک خوشیربیری شما نیلیلا 10 ساله بیدک دم کور بدیدی بدی پس برات خبر میگشتی نمیگفتی که اینا شما به کی عقل کمال یاد دادین؟ من عقل کمال دارم. بلا ای فنون که تو میخوری چی بخوردم؟ ای فنون که بیارم به پیش تو میخوری و ای فمونون حالا که گوش نیم اگه کار خوبی انجام میدادی انال طور میبردم به دکون هم برای تو انرژی میستوندم هم ککس میستوندم. حالا چیکار کنم خودی تو؟ شونه متا نمود رخت سنگین بود. حالا این به او سرات تو جنجال با پا کردیم چیکار کنم؟ چه میفهم با عقل کمال من نیه. خب وقتی که عقل کمال تو نبود همون ساعتی که من رختار برای تو دادم چرا همودم نگفتی که برار عقل کمال امروز نیه خودیمه. شما زهره پیار من میشناسیم حالا با ایت میگیم ای تنی تو به خاک شه که تو نتونستی یک کار خوبی رو برای من انجام بدی. من تو چوبات میکنم تا گوشه بزن. حالا یک چیز دیگه این از کجا آوردی؟ این دیگه با اول همچین که درختا گذاشته بیدم انا من واردشته میاردم هیچ کی مرتکا پیشی نبود. تو کدو عقل خو به کدو عقل خو تو باسکل طرف وردیشتی زد مرتکه باسکل خو به دم سرا گدشته رفته او بخوره زد کاری داشته روزگاری داشته تو این باسکل ور میداری به تا محل میری یک دم اگه تو به تا محل دوست بگیرم ما چکار کنیم؟ بگم برار جبار گیلک دوزی گرفتم خوبه؟ نه خود دوز نیم پس وقتی مال مرتکه به دست تو ببینم بدون اجازه تو وردیشتی دوز نی؟ میگم بیافتم یعنی گیلک نیه بگی باسکل طرف رو بردم جایی که گرفتی برد باسه بده اونه چنگ درختا توید بود ببر بازو بسر جایو چی بگم کنم من حاله بسرا خو مگو رفتنم اتانو
یک راهی که ما دارم فقط نمیده که اینشا پلنگا بسته کنم برون رو هم خونگاه گمشیری خو اینشا میمون خوار خوش به این سرا که برم هر 3 نفر از اینا به کلمه بریزم باور که من تا دم مرگ میزنم الهی گیلک نیه تو رو نفری نمیکنم ولی خدا تو یک شکم مرگه بده به این کار کردن تو اشترم بچه کن خیلی سلامتی تیار خوشحالی شکرم کجا بیدی کجا میری ای بابا روستاشون بخونیم و جنگ و جداره چرا گیپک جو پیرمه یک دست لباس به مادر میخریده خوبه خب به دست گیلک داده بیاره بده به دست مادر مه نورالله به دم سرا بدیده بوده دست نورالله هم ببرده به خواه خود داده لالا مادر ما زنگت به پیار منیه ای اصلا مادر ما جنگ شروع کرد افتر یکی برای میزنه لگان یکی میزنه پوکشو به یکی میزنه به سرکلی همدگه ای تخلله ای نبود تو بیا تماشا کن اصلا گیپک جو خوب اشتباه پیارتونه که دست رخت به زن خورد خو میخره میبره که بده به دست زن خوردی برسه به دست خسورگوری و میرسه خسورگوری زندگی و او میبره میده به دست خوار هم خرله به تا خونه میندازونه اگر لباسی بعد برسه زن خروز کنی میرون پیارتونو 3 تا زن ما چکار کنه آدم که 3 تا 2 تا زن میکنه سرهای نرسیوا میکنه که ایت 24 ساعت جنجال نکنه او که به 100 تا نمیتونه لباس پوستونه به یک هم نستونه من چون به خدا چکار کنم ایرون شما رو نمیتونه جنجالا ببینی و از زندگی خود لذت ببری بخیر باش